کیارش جان، ما تو خانوادهمون یه رابطه خیلی عمیقی با پدرمون داریم و البته پدر و مادر خیلی با هم صمیمی هستیم، ولی رابطه عمیق‌تر هنری، احساسی، عاطفی با پدرمون داریم. یعنی ما 3 برادرها دوران کودکی و نوجوانی بسیار خاص و خوبی با پدرمون داشتیم. همیشه تو سفرها ما رو با خودش میبرد، برای کار میبرد، تفریح ما رو میبرد. بابام خیلی بچه رو دوست داره، خیلی الان نوه‌هاشو خیلی خیلی دوست داره. زمانی توی زندگی هر آدمی ممکنه یه سری اتفاقها بیفته که باعث جدایی میشه، باعث کدورت، قهر اینا میشه. سال 86 این اتفاق تو زندگی من و خانوادم افتاد. یعنی اینی که الان دارم عنوانم میکنم برای اولین باره که به صورت رسمی دارم بیانش میکنم. شاید خیلی از دوستان نزدیک من و خانواده من اینو دارن میدونن، ولی خیلی دوست داشتم اون روزش بیاد و من اینو عنوان کنم. من با پدر و مادرم قهر کردم. شاید بذارم حسش رو یه جور جوانی، شاید یه جور غرور جوانی، قهر کردم و رفتم سیخ خودم، دنبال زندگی خودم. و یادم میاد اون سال تابستان، سال 86 تابستانش، من و دکتر افشین یداللهی و یه دوست عزیزی که الان اسمش رو نمیبرم، با ایشون به اتفاق هم رفتیم محلمون. بعد که رفتیم محل، پدرم شنیده بود که من بعد از 5-6 ماه دارم میرم محل. خب منو ندیده بودن، من تلفناشون رو جواب نمیدادم. اون روز که رفتم محل، بابام اومده بود یه جورایی دم در و منتظر من بود. یعنی یه جورایی گفت پسرم داره میاد، شاید بیاد خونه. میدونی چی میگم؟ اون حس پدرانه. من این حس رو خودم زمانی فهمیدم که پدر شدم. بابام اومد دم در، ما رسیدیم با آقای دکتر افشین یداللهی محلمون. بعد خونه ما تو محل بالای جاده است، یعنی یه جوری که نزدیکه، یه فاصله کمی داره با جاده. من دیدم پدرم اومده لب در، ولی تو ماشین نشسته بودم. خب بابام اصلا تشخیص نداد که این ماشین ماییم یا نه، ولی من به آقای دکتر گفتم که آقای یداللهی بریم پایین. ماشین رو برد به سمت خونه عمومینا و من گفتم خب قهرم دیگه، پیش بابام اینا نمیرم. اومدیم پایین و من از ماشین پیاده شدم. پیاده که شدم، خب خیلی مغرور و خیلی میدونی غرور خاصی تو خودم بود. رفتم از صندوق عقب ماشین ساکم رو برداشتم و پیاده شدم. یک آن تو فاصله شاید مثلا 40-50 متری با پدرم چشم تو چشم شدم. خدا منو ببخش. من دیدم بابام نگاه من کرد، ولی سرش رو کج کرد، یعنی که منو ندیده، و دوباره سرش رو آورد بالا نگاه من کرد که مثلا شاید نگاه کنیم، بهش سلام بدم و فرصتی پیش بیاد که برم پیشش یا مثلا مهمون رو ببرم پیش بابام اینا. متاسفانه من این کار رو نکردم و صدای شکستن دل پدرم و قلب پدرم رو اونجا شنیدم. یعنی این بزرگترین اتفاق زندگی منه. من دیدم، نگاه کردم تو اون فاصله، کیارشیان، صدای شکستن پدرم رو شنیدم. بعدش گذشت و من رفتم و با آقای یداللهی رفتیم داماش و تفریح برگشتم خونه قزوین. هفته بعدش پدرم یه نامه برای من نوشت و
شروع این نامه این بود: تصویری از غمهای من برهم زند رویای تو. رنج و غم امروز من غمگین کند فردای تو. دانم خیال من تو را هرگز نمی سازد رها. و من الان که 17 سال از این ماجرا میگذره، با آنکه چند مثلا فکر میکنم 1 ماه بعدش هم آشتی کردم با بابام، ولی زمانی که پدر شدم و خدا محمد سام رو به من داد، من فهمیدم چه کار بدی کردم با پدرم. از اون روز تا الان هر بار که پدرم رو میبینم میبوسم دستشو و شاید اون ندونه، ولی من تو دلم میگم غلط کردم. قلباً از خدا میخوام منو ببخشه و این بزرگترین آرزوی من بود که الان عنوانش کردم. چرا عنوانش کردم؟ به خاطر اینکه میخوام به اونایی که پدر دارن، مادر دارن بگم هیچ وقت این کارو نکنید. یعنی به هیچ عنوان با دل پدر و مادر شوخی نکنید. یعنی من از خدا میخوام هیچ وقت منو با بچه‌م منو اینجوری امتحان نکنه. من هر بار از خدا خواستم منو ببخش. تصویری از غمهای من برهم زند رویای تو. رنج و غم امروز من غمگین کند فردای تو. دانم خیال من تو را هرگز نمی سازد رها. دانم خیال من تو را هرگز نمی سازد رها. زین همدلی زین هم زبانی این گونه عشق جاودانی. شوقی که در من دیده بودی هرگز نمی یابی نشانی. گیرد گریبان تو را دست غمی بی انتها. ای عشق بازیگر